در کتاب همه بنا و انشاءات هایی که در بین 30 سال استقلالیت پیدا شدند و امروز همچون عمارت های نادر به حساب می روند گرد آورده شدند. از جمله پرچم تاجیکستان، نشان تاجیکستان، قصر ملت، اطراف این انشاءات های نامبر شده و باز دیگر انشاءات هایی که در شهر دوشنبه بنیاد شده است و حشمتی به خود خاصه دارند. اینا همش موادی که در بین همین 30 سال استقلالیت پیدا شدند و پیشروی جامعه تاجیکستان و خود تاجیکستان را انعکاس میکند. همین چیزها در کتاب آورده شدند. حتما بعد از آن که خواننده این را که ورق زد از این بهره میتواند برد پوره درباره تاجیکستان، درباره پایتخت تاجیکستان شهر عزیزمان دوشنبه پوره معلومات کافی پیدا کند.